پدر، با رفتنت افسوس جهان ماتم سرایم شد. مکانی زندگانیم، جهانی غصه هایم شد. تو بودی خوشی عمرم، کنون تنها شدم افسوس. کجایی هستی عمرم، پر از غمها شدم افسوس. پدر آه از فراقی تو، دو چشمانم پر از خون شد. زی اندوهی جداییت دلم افگار و مجنون شد. مرا روشنگری راه و عصای در برم بودی. تو بهتر از همه دنیا چو تاج بر سرم بودی. پدر روشنگری راهم، کنون دنیا چه کار آید؟ تو چون نیستی کناری من، چون این دنیا بکار ناید. با پدر زشتی مکن، ناگه خدا کورت کند. از دری درگاه لطفش رانده و دورت کند. با پدر با لطف و احسان گفتگو کن دائما. کس نمیداند چسان خواهد شدن فرجام ما. گر به پیری میرسد دستش بگیر خارش مکن. با سخنهای زبانش هجت و آزارش مکن. آن پدر بیشک تو را از جان عزیزت کرده است. هیچ کار نیست که بهر تو ادا کرده است. شعر اقبال گوش دار و با پدر زشتی مکن. احترامش کن که الله قدر تو سازد فزون. این ملک جهان به کس نماند جاوید. رفتند و رویم و باز آیند و روند. اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا به این دم زنده می بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله مهربان کل گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت بگرداند. شما هم نیز دعاگو باشین. البته این شخصی که در این قبرستان میبینید، همگی اینها هم به مثل ما و تو بودند. میگشتند در این دنیا، اکنون رفتند. نوبت ما و تو هست. اینها رفتند برای ما و تو عبرت است. دست خالی نرویم. زیارت قبرستان انسان را به یاد مرگ زیاد می افزاید. حتما خواهی که ایمانت مستحکم شود، همیشه در یاد مرگ مردن باشی، زیارتی از قبرستان بکن. در حق گذشتگان دعا بکن. روز ما و تو هم از اینجا می رویم و محتاج دعا هستیم. در حق این اپایی که امروز در اینجا نشسته بود، پدرش از عالم گذشته است. 6 زن، خواهر و مادر مرد ندارند، در یک خانه تنها هستند. در حق این اپ هم دعاگو باشیم. خداوند هر یکی ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت فرماید. چنانه که بر شما میرسانم، مسلمان بودن تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است.